هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. ببخشید که دیر اومدیم برای نوروز و یه نوروز عالی، یه نوروز جالب واسه خودم که همش پای اینستاگرام داشتم بالا پایین میکردم و چون از قبلش خبرها دیگه پیچیده بود که رئیس جمهور ایران رفته بود اونجا، گفته بودن که ویزا رو برمیدارن و کلی ایرانی امسال رفته سمت تاجیکستان و کلی لذت برد و ویدیوهای زیادی هم من ازش دیدم. من دوست داشتم بریم اما متاسفانه نمیتونم برم چون بنده سرباز هستم و خیلی دوست دارم تاجیکستان بیام واقعا. حالا ما اومدیم که ویدیوی سفرهایی به تاجیکستان، رقص‌ها، جشن‌های توی تاجیکستان، اصلا حال و هوای تاجیکستان رو تو نوروز می‌خوایم بررسی کنیم. این پارت یکیشه، پارت 2 هم قرار بذاریم چون کلی ویدیو هست و اگر بخوایم ادامه بدیم تا پارت 10 هم میره، ولی فعلا بریم ببینیم که ویدیوی اول چطوریه. خیلی دوست دارم حال هوای تاجیکستان رو. منم همینطور. ببینم. بریم ویدیو رو ببینیم. Let's go. 60-40 و مقصد ما فرودگاه دوشنبه می باشند. بچه ها به این متن‌ها و این چیزهای داخل اون این ویدیوهایی هستن که از یه جای دیگه آوردیم و کلا ویدیوهای کوتاه. ملک آفران خوش آمده عزتچنان و قدردان صاحب دلان خوش آمده. چقدر خوب، چه وایبشون خوبه. آره چقدر خوب، صداش خیلی خوبه. چی میکنن؟ استقبال از ایرانی ها فکر کنم. صدای قشنگی داره، شبیه رباته. واقعی هستی ها. شدیم از دیدار دوست، از لطف و از گفتار دوست. خیلی قشنگ. بر این زمین فیض‌بار ای گلرخان خوش آمده. به اینجا یه شعر خون، فقط نمیدونم شعر از کی بود، حتما کامنت کنید. این همه زیبایی، این همه قشنگی برای این گوساله. این گوساله واقعا اصلا نباید. حالم بد شد اول ویدیو. نوشته ایرانی‌ها در نوروز تاجیکستان پرده از هنرهای پنهان و نهان برداشتن تا بگن رقص اینه. خیلی خوب. چه قیلی بوده اونا پس کن همه چیکار میکنه. خیلی جالبه. چقدر خوب استقبال دارن میکنن، اصلا تو هیچ جای ندیدی این کارو بکنن. انگار واقعا یکی از خانواده خودشون اومده ایرانی‌ها. ولی خب با این حرکت برای خودشون توریست هم جمع کردن دیگه. این زرنگیه و عالیه به نظرم. کجا بهتر از تاجیکستان برای گذروندن تعطیلات نوروز؟ پر جشن، اصلا همه چی رنگارنگ. تو ایران که داره یواش یواش اصلا نوروز انگار محو میشه، ولی خب همه یه چیز ساده است. رنگی تو خیابون نمیبینی، اینا نمیذارن. چه خوب گلم بهشون میدن. آها چه میخنده. حالی کردم. اصلا پا تو از فرودگاه میذاری بیرون میفهمی نوروزه. انگار اومدم امام رضا اینطوری بود. خیلی خوب. من اصلا انتظار نداشتم که با چنین کشوری مواجه بشم، هم از نظر فرهنگ مردمش، هم از نظر نوع برخورد مردم با توریستایی که میان. واقعا پذیرایی خیلی خوبی بود، مردم بسیار مهربون، بسیار خونگرم. من میگم ما متصلیم به اونجا اصلا نمیشه، خیلی خفنه. کاش بیام، امیدوارم بیام. و شاد اطلس بتنش دیگری رستونن با چکنش و درود و مسرود و مسرود جشن نوروز رسید بر وطنش. یکی پیراهنی اطلس بتنش دیگری رستونن با چکنش. چقدر خوب. درود و مسرود خیلی وایبش باحاله. البته تو کردستان ایران هم خیلی جشن میگیرن. امسال هم
کردستان ایران اصلا با خیلی از داستان‌ها مواجه شد. یکی اینکه ترک‌های شهر ارومیه از اونایی که نمیدونم حالا چرا اومده بودن و مثلا اعتراض کرده بودن به رقصیدن کردا تو شب مثلا شب قدر. امسال خب شب قدر زده تو وسط نوروز پکونده همه چی. 2 سال درگیر این داستان‌های ما تو نوروز. ولی خب آره یه داستان‌های بدی برای کردها به وجود اومد و خدا رو شکر حل شد. همه باید پشت هم باشن. دقیقاً. حتی تاجیکستان و ایران کلاً ما پارس زبانیم، واقعا ما باید پشت هم باشیم. این چی میگم؟ فرهنگ خود را داریم، فرهنگ باستانی خود را داریم. عاشق این بشرم. حالا یه سریا میگن عزیزم دیکتاتوره، نمیدونم چرا. وای منم خیلی میشنوم، شنیدم این موضوع رو که میگن امام علی رحمان دیکتاتوره. چرا دیکتاتوره؟ به خاطر اینکه سالها با خب خانوادگی سالها تقریبا پادشاهی گرفتن. حالا اسمش رئیس جمهوره ولی خب پادشاهی حساب میشه، ولی اختیارات همش دست ایناست. میگن دیکتاتور، نمیدونم چرا. منم خیلی میشنوم. اگر میدونید کاری کرده فلانه، چون ما تازه من با این حرفا آشنا شدم باش. این حرفاش واقعا قشنگه. تمدن قدیمی خود را داریم، سر لباس‌های ملی خود را داریم، هزارها نمود طعام‌های ملی خود را داریم. اینا احیا کردن در کار. احیا. آفرین. چرا ما ناشکریم؟ برای چی؟ بینید چگونه زیبا هستن. من تکرار میگم ما مردم آریایی تبار هستیم و در چقدر لاک رو نمیدونم مشکوکه اگه این چیزی که میگی واقعی باشه. سیکن دوست داره، حیف کنید زحمت کشیدن در یک جایی وطن ما را بازم زیبا میکنید. قابل توجه اون کسایی که چشم دیدن هویت و اصالت ایرانی رو ندارن، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همه مردم ایران رو برای عید نوروز به تاجیکستان دعوت کرده و گفته اگر در کشورتان نمیتوانید جشن‌های باستانی ایران رو برگزار کنید، بدون ویزا میتوانید به کشور ما سفر کنید. چه خوشگله این دختره. آره چه جالب. ولی آره ببین با یه تیر دونشون زد، هم همبستگی رو حفظ کرد، خب همین که درآمدزایی کرد. وقتی توریست از یک جایی میره یه جای دیگه پول میبره با خودش خرج میکنه تا در کنار هم آیین‌ها و سنت‌های ایرانی رو احیا کنیم. باریکالله. آقای سعدی اسمو داری؟ سعدی. چند نفرتون اسمتون سعدیه؟ راست میگه. سلام علیکم. خیام. اصلا اسما رو من میشنوم یه جوری میشنوم آقای سعدی. باریکالله. این تو تاجیکستان عزیزم مجسمه کوروش. بعد ما یه دونه هم نداریم ازش. پسر بهشت در اوستا، کوروش در تورات، سایروس در انجیل، ذوالقرنین در قرآن کریم. همه جا اسمش اومده. همه کتابا اسمش اومده، کتابای آسمانی. یه جا خوندم اکثرا شاید دیدن، نوشته بود که یه روز آرزو میکرد که بتونه سفر خارج از کشور بره چون که همه جا زیر دستش بوده. آرزوش این بوده. راست میگه، خیلی قلمروش بزرگ بود. زنان را گرامی بدارید، بگذارید هر کس در آیین خیش باشد. خیلی ببین اون موقع که مخ نبوده، خب این آب جوش موقعی که جنگ می شده سربازا مثلا جنگ می رفتن بهشون آبو می جوشونده بعد بهشون می داده که مریض نشن فلان. خیلی این کاره بوده. حتی در کتاب آسمانی تورات آورده 27 بار به نیکی از کوروش یاد شده در تورات. یعنی آورده کوروش مسیح یعنی نجات دهنده بشریت، واقعا نجات دهنده یعنی در بوده. ابری ماشیه پدر ایران زمین، افتخار بشریت. اینجا تاجیکستان از یک قوم، از قوم آریایی. درود بر شما. بوسه بزنم به کف پای پاک پدر ایران زمین. پشمام واقعا دارم احساساتی میشم. خوش به حالتون. حداقل اونجاست. من اگه بود واقعا خلق ایرانی کبیر. السلام ای نسل زال و اردشه، ای نژادی کامل.
چه خوب میخونه، چقدر شعرهای قشنگی میخونن واقعا. خدایی من اصلا تأسفم، واقعا تأسف میخورم نسبت به جایی که هستم و الان چه جوری باشم چه جوری هستم. ای افغانستان بر تو از جمهور تاجیکان سلام. ما برادرهای تاجیکی تویم، راه دور و راه نزدیکی. اینو من ویدیوشو دیدم یه تیکشو، خب خیلی خفنه. ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است و هر قدر که مثلا بدخواهان من از من تهمت میکنن، من مثلا این میگن اون میگن، تنها با اون خاطر است که من میگم که آریایی ام. آدمی که ریشه و اصل خودش اگر یاد نداره ما آریایی، آدمی که ریشه و اصل خودش اگر یاد نداشته باشه دیگر مادر خودش هم احترام نمیکنه. اما در مجموع ایران هیچ وقت مقابل ما نبود و هیچ وقت ما را بد نمیده و هیچ وقت از ما طمع هم نداشت، نیاز هم ندارد به ما. اما ما هم همینقدر دوست می‌داریم که در هر خونه قشلاق تاجیک یک ایرانگل و ایران ببی و ایران ماه داریم. آخه میگه توی اسممون ایرانگل و ایران مهر و ایران با. تیزی با فکر شما کی میستن؟ کدام خواهد؟ ما خیال میکنم از ما بیرونن خیلی و اگر در درون هم باشن خیلی خیلی منفعت دارن. تو تاجیکستان هم حتما هستن که آدمایی که میگن اصلا ایران چیه فلانه. من تو کامنت هم خیلی دیدم فوش میدن به ما و حالا هرچی، حالا اون که مهم نیست ولی دیدم شاید همون کسایی که میگن امام علی دیکتاتوره، نمیدونم سخته واقعا پیچیده است. در گلوش ما نداریم. ما 300 سال از دیگه راست میگی 300 سال از هم جدا شدیم. در همین حالت فرهنگ ما، تمدن ما، شهر ما سرخ خورد. اما ما خریطه اگر فرهنگی بگیریم اون زمان چیکار میکنیم؟ راست میگی نگاه ابو عبدالله رودکی که مثال مثلا تمام جهان اومد برای شنیدن شعر در تاجیکستان گفته قدر شعر فارسی اینجا چی ما میتونیم باید جمع تقسیم کنیم جدا کنیم؟ نمیشه. که ایران من، عرفان من، مرز ظهور زردهوش، وجدان 300 سالات عشق تو رو در من نکش. چی کاری که میکنن این؟ چه چیزی گفت؟ خیلی خوب. میگه این دوری 300 ساله هم عشق تو رو در من نکش. بدخواهای ما و دشمنای ما و حسودای ما هیچ کار کردن نمیتونن. این ریشه است این مفرد. شماره پرواز. خب اینم از این. خیلی جالب بود واقعا، من خیلی حال کردم. هم فاز توی تاجیکستان خیلی باحال بود، هم احساساتی شدم. آره من همینطور خیلی دوست دارم واقعا توی تاجیکستان بیام. خوش به حالتون و استفاده کنید حتما فرهنگتون رو همچنان، فرهنگمون رو همچنان ادامه بدید و ما هم به اون پیوندیم. قول میدم به امید روزای بهتر برای هممون. دوستتون دارید. خداحافظ.